لب بگوید مسیحیم با رفته دیده ام کلام هر نهان پیدا شده رسوا الرحيم ونصلي على رسول والبشر ما اتصلت عين وما وصل أهل بيته به قادة ألويته ووزراء دولته إرغاما رفض عجائب قدرته اللهم اشتت مزق لهم أحاديث ومزقهم بالتوبة فيما بقي اللهم من خزي وعذاب الآخرة اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين ذريات المسلمين با حمد و ستایش بر خداوند متعال نه امامی کاری امام بزرگی کاری است او هستند و در ملک ملکوت است نیازی ندارد نبی فرزندش نبی دارد که امام تراشان دجال درست کرده ولایت بینی بده که اون خواه پیرهای سوریه فریب خوردگان رهروان ظالم را خواهند بالله او مرزوق او راهی مرموم او همه کار دیگران هیچ کاره مقداری او باشند به اون مقربتر می اما در ملک ملکوت این جزئی نیست در سفر کار خدایی میکنه دری نیست با راستینی این توحید راستینی پیغمبران یکیست مسلمان هم تا خاتم درود بر همه رهبران و پیام آوران راستین خدا بر پیام تراشان و پیامبر تراشان و امام تراشان و بقیه کذابان و دجالان که دین را به نام دین کرده‌اند همه دنیا در شناخت توحید مدیون اوست علیه السلام و علیه الکرام و درود خداوند بر طاهرش بر پاکش بر همانش ران مؤمنان و صالحان و نیکان نه مادران سبابان و شتامان و کذابان و صیغه زادگان و شرک زادگان و سربازان یزگرد در لباس اسلام که اسلام را به خود مشغول کردند در لباس رافضیگری و تشیع خداوند شرشون را به سر خودشون بازگرداند
ما و ملت را شرشون گرداند و به ما توفیق بدهد که شر و شرارت 5 قرنه را که این باطنیان خبیث بیدین و بددین به نام تشیع بر اسلام مسلط کرده اند بفهمند و بدانند که هیچ ربطی این عقاید نه به اسلام دارد و نه به اهل بیت دارد. اهل بیت کشون و یکتاپرست و تابع قرآن و سنت مثل بقیه مسلمانان بودند و هیچ تفاوتی در عقیده با دیگر مسلمانان نداشتند. و درود خداوند بر اصحاب محمد باد که بهترین اصحاب بر بهترین بودند، بهترین یار و یاور بر مقتدایشان بودند، بر رهبر و پیشوایشان بودند. به کتابش ایمان آوردند، به پیامش چنگ زدند، به احکام کتابش مو به مو عمل کردند و چنان در این راه جانفشانی کردند که خداوند بعد از پیامبر دست پروردگان و شاگردان و پیامبر را الگوی همه مسلمانان از اهل بیت و غیر اهل بیت برای در طول تاریخ قرار داد و به مؤمنان گفت که اگر بخواهید همان بهشتی را که اونها را به شما وعده دادم شما را نیز اونجا ببرم، همچنان که از اونها راضی شدم از شما نیز راضی بشوم، به نیکویی از اونها پیروی کنید. و رسول اکرم خودش هم صلی الله علیه وسلم همیشه تاکید کرده که الله فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا من احبهم فبحبی احبهم و من ابغضهم فببغضی ابغضهم من اغضبنی فقد اغضب الله و من اغضب الله یوشک ان یاخذ. شما را به خدا، شما را به خدا که راجع به اصحاب من حرف نزنید، بدگویی نکنید. این روش را جز اهل سنت، جز سواد اعظم مسلمانان، جز اهل اعتدال، جز اهل فهم و دانش، جز پیروان کتاب و سنت کسی دیگر به کار نبرده است. یا افراط کردند و یا تفرید. ولذا اهل سنت در میان مسلمانان مثل اسلام در میان ادیانه. مثل اسلام، اگرچه کلمه ادیان درست نیست، خداوند ادیان نفرستاده ولی مردم ادیان درست کرده اند. چطوری یهود و نصارا افراط و تفرید کرده اند؟ اسلام دین وسطه، دین اعتداله. نمیگم اعتدال سیاسی فقط، اعتدال سیاسی ممکن نیست بدون اعتدال عقیدتی. و در میان مذاهب هم اینطور است. ولذا رسول اکرم و به تبع او علی مرتضی می فرماید که علیکم بالسواد العظم، با سواد اعظم مسلمانان باشید. نگفته با رافضیان قلیله باشید، نگفته با باطنی خبث بخور و حرام بخور باشید، نگفته با مدعیان تشیع و امام تراش باشید، با کذابان و دجالان تاریخ باشید. درود خداوند بر اصحاب محمد باد که پیام محمدی را به خوبی به ما رسوندند. الله فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا. شما را به خدا، شما را به خدا راجع به اصحاب من بعد از من اونها را مورد انتقاد خود قرار ندهید. که امروز اونها را مورد انتقاد قرار داده؟ جز ادیان زاله منسوخه پیشین و بیشتر 100 برابر بیشتر از اونها گمراهان مدعی تشیع. لا تتخذوهم من بعدی غرضا من احبهم فبحبی احبهم. کسی که اونها رو دوست داشته باشه به خاطر دوستی من پیامبر، و کسی که از اونها رو کراهت داشته باشه، بغض داشته باشه، به خاطر بغض منه. یعنی چی؟ یعنی کسی که اصحاب محمد را بغض داشته باشد پیامبر را بغض دارد، ولی دستش نمیرسه، دستش به پیامبر نمیرسه، اصحابش رو بد میگه، تربیت شدگانش رو بد میگه. چرا؟ چون ادعای اسلام میکنه. جز زندیق های مدعی تشیع امروز کی این کارو میکنه؟ یهود و نصارا دستشون میرسه، اگرچه به وقاحت مدعیان تشیع نیستند، با این دهندریدگی نیستند، با این فضاحت و بیعقلی نیستند،
هیچ کدوم از رهبران سیاسیشون نمیتونه ادعا رو بکنه. لیکن ببینید در میدان تشیع، در میدان مدعیان تشیع، ببینید مراجعشون را، آخوندهاشون را، سیاست خبیثه جمهوریشون را، سیاست خبیثه دولتهایشون را که نفرین خدا بر اینها باد و خداوند چشم ملت ما و مردم ما را با رفتن اینها، با نابودی اینها سرد نماید، پر نور نماید. لا تتخذوهم من بعدی غرضا. هر کی اونها رو بد بگه به خاطر بدگویی از منه، به خاطر بغض منه، من پیامبر. ابن سبع ملعون چیکار کرد؟ اولی کاری کرد بدگویی از اصحاب محمد بود. وارثش کی امروز؟ زندیق های مدعی تشیع، روحانیت مدعی تشیع، روحانیت زندیق مدعی تشیع. من ابغضنی فقد اغضب الله. کسی که مرا بغض داشته باشه به خدا بغض داره و کسی که خدا را با خدا بجنگه خداوند به زودی اونو خواهد گرفت. آیا این گرفت خدا نیست که روحانیتی را که در اول انقلاب مردم در ماه میدیدند امروز نفرینشون میکنند همون مردم؟ این گرفت خدا نیست؟ و صبر کنید، هنوز مشتهای آسمان کوب قوی واشمند و گونگون رسوا شوند انشاءالله. و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتون هستم، در این روز مبارک جمعه، خداوند از من شما نماز جمعه را که فرض عین است بر هر مرد مسلمانی بپذیرد و در نزد کوردلان مدعی تشیع این فرض عین یک عبادت سیاسی است. هر موقع میخوان تعطیلش میکنن، مثل همه دین مثل همه دین هر موقع میخوان تعطیلش میکنند، هر موقع لازمشون میشه از کشو میارنش بیرون، مثل امام زمانشون، مثل امامتشون، مثل بقیه بازیاشون با دین. و از خمینی ملعون یک نماز جمعه نخوند. سیستانی رو کسی نمیبینه نماز جمعه بخونه، برای که فرض عینش نمیدونن. چرا؟ چون این از وظایف آقا حضرت آقا صاحب امر غیبت کرده. و چطور از وظایف آقا برای خمس گرفتن تراشیدینش؟ چرا خمساشو میگیری پس؟ از خداوند متعال تقاضا دارم که آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را به فضل و منت خودش، به لطف و مرحمت خودش بر قلب و فکر و زبان این بنده گناهکار جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن سخن خداوند است، همون سخنی که روحانیت دجال مدعی تشیع دو جلدش رو داده به امام هپروتیش و یک جلدش هم که گذاشته میگه قابل فهم نیست. کاری را که نه کلیسا تونست انجام بده، نه کنیسه تونست انجام بده، نه آتشکده تونست انجام بده، اومدن اینا رو درست کردند و هر چی که دلشون خواست انجام دادن. بهترین سخن سخن خداوند است و بهترین رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند جل جلاله و امنواله به فضل و منتش رسیدیم به آیه شریفه دوم از سوره مبارکه رعد. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه شعری و تفسیرش را.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون آیه دوم، خداوند یکتاست، رب جهان، همان کس که افراشت 7 آسمان، برافراشت در آستانها ستون که چشم است از دیدن آن زبون. این ترجمه دقیق نیست. پس از آن بیاراست عرش عظیم، خداوند یکتا، خدای حکیم. به تسخیر آورد خورشید و ماه، بود هر یکی را مداری و راه. نظام جهانی است یکسر درست، بنایش بود محکم و نیست سست. نشانهای حق را سلیس و عیان، به تفصیل فرموده یزدان بیان. که شاید به دیدار پروردگار، بگردید مؤمن به روز شمار. شیعه قائل به دیدار پروردگار نیست، یعنی در کلامی میگه خداوند دیده نمیشه. خداوند میگه میای ملاقات هم میکنی، میگه نه، برای که عقایدشون رو از جای دیگه گرفتن، مثل معتزلیان. و این از آثار معتزله که اینو میگن این حرفو. الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها، خدایی که آسمانها را بدون ستونهایی که ببینید برافراشته. این دقیق تره. ثم استوى على العرش، سپس بر جهان هستی مسلط شد، بر عرش مسلط شد. و سخر الشمس والقمر، و خورشید و ماه را مسخر کرده. و سخر الشمس والقمر كل یجری لاجل مسمى، ماه و خورشید مسلط کرده که هر یک تا وقت معینی، تا مدتی نام برده شده به اصطلاح، جریان دارند در مسیرشون. یدبر الامر، این تدبیر امر رو شیعه تحریف کرده، بهایی هم تحریف کرده، هر کدوم به نفع خودشون. این امر را تدبیر میکند، یعنی این کارهایی که ذکر شد همه تدبیر خداونده، نه تدبیر بهاءالله، نه تدبیر امام کوران و کران. همه این بت پرستی ها را بشر درست کرده. یفصل الآیات، این آیات رو تفصیل میده، بیان میکنه، شرح میده. لعلک، همه اینها تا شاید که شما به ملاقات پروردگارتون یقین پیدا کنید. با این روشنی میگن نه، ملاقات نیست. چه خدایی که شما میپرستید ملاقاتش نمی کنید؟ الله الذي رفع السماوات بغیر عمد. در آیه سابق فرمود که، آیه اول، تلک آیات الکتاب، اینها آیات کتابی است که انزل الیک من ربک الحق، این آیات کتابی که از جانب خداوند درت نازل شده حقه. خب شما یک کتاب میاد، یک کتاب، یه نامه، یه بیان، یه منشور از دوستتون، این کتاب یه موقعیتی داره پیش شما، یه حجمی داره.
اگه کتاب یا نامه یا پیام یا رسالت، هر چی میخوای اسمشو بذاری، اگر شخصی بالاتر از دوستت بیاد بازم یه حجمی داره. اگر از فرماندار بیاد، از استاندار بیاد، از وزیر بیاد، هر کدوم یه حجمی داره. خب اگه این کتاب از پادشاه بیاد، از رئیس جمهور بیاد، از رهبر کشور بیاد، اینجا دیگه موقعیت این کتاب، حجم این کتاب در نظر شما بسیار متفاوته. فوری نگاش میکنی. اگه نامه باشه خط خودشه، بهت میگن نه این خطش نیست، این امضاشه. این امضا خودشه، یعنی با جدیت به کلماتش دقت میکنید. اصلا در پوست نمی گنجید. شما تصور کنید الان یه نامه براتون اومد مثلا از رئیس فلان کشور خودتون که هر دنگ بردنگیه، خامنه‌ای بر گدای دیروز و شاه امروز بر هر کسی نامه نمیفرسته، لیکن در اروپا بر هر کسی نامه بفرستی جواب میدن. من اینجا برای نامه فرستادم جواب اومد، و رئیس جمهور فرانسه نامه فرستادم فوری جواب اومد با یک ایمیل. رئیس جمهور سابقشون البته. و مقصودی که نامه یا پیام از هر کسی باشه شما به همون درجه اهمیت میدید. اگر این بیان، این نامه، این پیام، این رسالت از طرف ملک الملوک باشه، آیا اصلا با سخن دیگران، با پیام دیگران، با نامه دیگران قابل مقایسه؟ ملک الملوک یا شاهنشاه، کلمه شاهنشاه نسبت به غیر خداوند گفتنش حرامه، بلکه شاهان خداونده. لیکن این شاهان و تشیع در لباس امامت به 100 تا قلوب مبدل کرده، ولذا طاغوت دینی از طاغوت دنیوی خیلی خطرناکتره. قلوب دینی، افراط دینی، تقدس بازی دینی از طاغوت بازی دنیوی خطرناکتره. مقایسه کنید. به هر حال سخنان خداوند که رب العالمین، خالق این جهانه، خالق جهانیانه، با سخنان هیچ کسی قابل مقایسه نیست. گاهی انسانی به شما دستور میده، میترسوندید، اگه این کار انجام ندید زیر دستشید، خدا نکرده ماده فلان قانون برات اجرا میشه، فوراً این کار رو انجام میده از ترسش. خب چطور اگر خالق این هستی یه چیزی بهت امر کنه، منتظر چی هستید؟ امر خداوند، پیام خداوند بر تو انسان اومده، مشرفت کرده، باد قرارداد میبنده، طرفش هم خودشه. نمیگه با قبر قرارداد ببند، با امام قرارداد ببند، با کوفت و زهرمار قرارداد ببند، با پیر و قوس و قطب و قلندر قرارداد ببند. خود خداوند میگه بیا با من قرارداد ببند. هر لحظه هم که میخواهید من حاضرم. بری پیش پادشاهان، پیش امرا، پیش حکام، چقدر با طول میکشه؟ خداوند در هر لحظه که بگی ربی میگه لبیک یا عبدی. در هر لحظه ای فقط قلبتو به متوجه خدا کن، بگو ای خدایا، میگه بندم من منتظرتم، لبیک. خداوند میگه لبیک، لبیک یا عبدی، ای بندم من حاضرم، بفرما بیا. خب ولذا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت اون فرا نرسیده که برای کسانی که ایمان دارن قلبشون خاشع بشه به ذکر خداوند، به ذکر خدا؟ قلبی را که ذکر غیر خدا درش هست به ذکر خدا خاشع نمیشه. قلب صوفی، قلب عارف، قلب شیعی، قلب امام پرست، قلب عیسی پرست امکان نداره به خدا خاشع بشه، امکان نداره، دروغه، هر چی شنیدید دروغه. یه قلب دو چیز جا نمیشه. ما جعل الله للرجل من قلبین فی جوفه. دو تا قلب در انسان نیست. اما ذکر خدا آرامش میاره، ذکر غیر خدا تروریسم میاره، صهیونیسم میاره،
صلیبیت میاره، صهیونیسم میاره، جنگ میاره، جنگ جهانی اول و دوم و سوم و هکذا. همه اینها از غلو و افراطه، همه اینها از تندروی عقیدتی دینی است قبل از دنیوی. و امر انسان عجیبه، واقعا انسان امرش عجیبه. دستور بشر رو خیلی اهمیت میده، میترسه، بر سر چشمش میذاره. پیروان خامنه‌ای رو نگاه کنید، روش سجده بعضیشون سجدهش میکنن، به این کفر میافتن و هکذا. دستور بشر رو کلمه به کلمه. چرا؟ چون مخالفت میترسه. اما دستور خالق بشر رو، دستور کسی را که ملکوت همه چیز در دست اوست، الیه یرجع الامر کله، همه امر به او باز میگرده، نه به امامی، نه به کوفت زهرماری، نه همش بت پرستی هاست. دستور کسی را که انسان از خاک آفریده، سپس نطفه، سپس او را یک انسان قرار داده، سرنوشتش دست اوست، سرانجامش پیش اوست. راجع به امر او دو دله. این کتاب قرآن از پیش کیست؟ از پیش رب العالمین. چرا؟ چون این همه این بتها به نام امام و شیخ و پیر و پاتال و کاردینال و خاخام و الی آخر جای خدا رو به بزرگان داده اند که از رب العالمین فراموش شده اند. بزرگها رو جای خدا نشونده اند، چه در یهودیت، چه در مسیحیت، چه در مذاهب ضاله در اسلام. علتی که سراغ خدا نمیرن، بزرگترین علتش همینه. میگه ما تنها نمیتونیم بریم، ما باید واسطه بگیریم. خداوند میگه من بدون واسطه پیشت هستم، من با صحبت میکنم، در یک دقیقه اگه مددت نکنم خاک میشی، رفتید. نه تو رفعت، همه این هستی رو. الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، الله اون ذاتی است که آسمان ها را بدون ستونی که شما ببینید برافراشته. شما اگه با یه شخص ملاقات کنید، دوستت بهت میگه که این فلانیه، سوال میکنه که اسمش چیه، میگه فلان، میگه خوشوقتم. انسان مهذب با ادب باشه میگه خوشوقتم، و همتون مهذب و با ادب هستید. میگه بهت میگه دکتر فلان، مهندس فلان، عالم فلان. با این کلمه شما او رو به دیگری نگاه میکنید، مستواش بالاتر قرار میدی. اما اگه بهت بگه که این مهندس مثلا طولانی ترین پل در جهان بین دو قاره طراحی کرده، پل معلق که زیرش یک کشتی کامل هر چقدر بزرگ هم باشه رد میشه، پل بین آسیا و اروپا بر دریای بوسفور. وقتی چنین بهت بگه بیشتر تعظیمش میکنید، بیشتر احترامش میکنید. بهت بگه این همون شخصیه که تونل بین فرانسه و بریتانیا رو زیر دریا گذاشته، یک تونل کامل زیر دریای مانچ. ماشینا میرن، میگه این همونه، این کارو کرده. این همون شخصیه مثال که زیر دریای شمال یک پایگاه بزرگ گذاشته برای استخراج نفت زیر دریا. چقدر کارمند درش هست، چقدر چاه نفت درش هست. و این شخص همون شخصی که ساختمان 20 طبقه رو 100 متر نقل میکنه. مثال یه مهندس چطور نقلش میکنه؟ ساختمان 20 طبقه رو نقل میکنه. البته ما دیدیم در ترکیه، دیدیم همچین ساختمانی رو. هر چقدر از این نبوغ ها بهت بگن در چشمت بزرگتر میشه. خب این راجع به یک مهندس، راجع به یک انسان. وقتی خداوند
میفرماد که الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، چرا بی تفاوتید؟ خداوندی که آسمان ها رو برافراشته بدون ستونی که شما ببینید. میدونید عظمت این هستی رو، عظمت این نجوم و این سیاره ها رو؟ همه اینها آیه هایی است برای ذات خداوند. خداوند بر نشون دادن خودش آیه ها خلق کرده. مشرکان این آیه ها رو از چشم مردم دور کردن، اومدن تپرود درست کردن، حجی مجیلا کرجی درست کردن، یکی شیخ، یکی پیر، یکی پاتا. نتیجه چی شده؟ لامپ خوری، عقرب خوری، سینه زنی، زنجیر زنی، گل مالی و استعمار. همیشه اینها رو استفاده کرده. هر موقع که استعمار آمده تصوف و تشیع رشد کرده در داخل اسلام. این خورشیدی که من شما میبینیم، میدونید حجمش چقدره؟ 1,300,000 برابر حجم کره زمین. با دهن گفتن آسونه فقط. 1,300,000 برابر کره زمین. یعنی چی؟ یعنی خورشید، حجم خورشید برابر با 1,300,000 کره زمینی که درش بیندازید. حجم زمین چی؟ شما یک کشور رو نگاه کن، مثلا سوریه رو، عراق و ایران و یک کشور در نظر بگیرید در نقشه، و وقتی اینو شما تجسم کنید در نقشه جهان، یه نقطه که شاید نوشتن پایتختش هم بزورکی میشه. اینو شما در به حجم آسیا نگاه کن. خب آسیا، اروپا، افریقا، امریکا شمالی، جنوبی، استرالیا، این قاره های پنجگانه تقریبا 1/5 زمینه، خمس زمینه. مال امام زمان این خمسی پیدا شد بالاخره. 1/5 خشکیه، 4/5 دریاست. میگن امام کران دلیل نداره، این هم دلیلش. آخونده یا لبه چسبی. میدونی زمین رو به چه تشبیه کردن در مقابل این هستی کائنات؟ شما در زمستان اتاقتو جارو میکنید. اگر در اتاق هوا از پنجره اتاق نور خورشید بیاد، یه ذراتی رو میبینید در هوا. کل کره زمین مثل یک ذره نسبت به این هستی. کل کره زمین. خب شما وقتی به انتاروس یا قلب العقرب نگاه میکنید، دانشمندان میگن که خورشید و زمین با مسافتی که در بینشون هست، این سیاره، همه این خورشید و زمین و مسافتشون درش جا میشه. اگر به کهکشان راه شیری نگاه کنی که کهکشان من شماست، درش 1,000,000,000 میلیون ببخشید میلیارد میشه 1000 میلیون، میلیون میلیون و تریلیون و تریلیارد و کاتریارد و میلیون سیاره یا ستاره درش ظاهر میشه، درش جا میشه. کهکشان راه شیری طولش 150,000 سال نوریه. میدونه بین من و شما و بین ماه مسافتمون 1 ثانیه نوریه، 1 ثانیه نوری. بین من و شما و بین خورشید 8 دقیقه نوریه. مجموعه شمسی کلن 13 ساعت نوریه.
کهکشان راه شیری طولش 150,000 سال نوریه. و از این کهکشان میلیون کهکشان وجود داره. الان زمین شما تصور کنید در برابر این. یکی از جدیدترین کهکشان‌هایی کشف شده، کهکشانی که در جای خودش بوده، نورش رو فرستاده که 12,000 میلیون سال نوری قبل از 12,000 میلیون سال نوری الان کجاست؟ نمیدونیم. این نوری که فرستاده قبل از 12,000 میلیون سال نوری بوده، تازه به انسان رسیده، به کره زمین رسیده. ولذا دانشمندان میگن که کهکشان هایی هست که از روزی که آفریده شده و تا الان نورش به ما نرسیده، هنوز نورش در راهه، در صورتی که نور در هر ثانیه 300,000 کیلومتر رو طی میکنه. اللهی که بالا تکوینی داره اینه، نه بت هایی که آخوندهای غالی و افراطی درست کردند که دین و ملوث کردند. الله صاحب اسماء و حسنا اینه. تا بدونید که ولایت تکوینی که شیعه به امام مدعیان تشیع به امامان زورکیشون دادن، به امامان مجهولشون دادن، و وحدت وجودی که صوفیه و عرفا جعل کردن، چه جنایت بزرگی در حق خداوند یکتاست. و همچنین چه جنایت بزرگی در حق خود ائمه. هر کسی که در بارش غلو شده روز قیامت در ملأ عام محاکمه میشه. یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني و امی الهی، عیسی پیغمبر و خداوند در مقابل بشریت، کل بشریت محاکمه میکنه. تو به مردم گفتی که من خدایم، منو مادرم خدا بگیرید. عیسی میگه ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. تو منزهی خدایا، اگر من چون این چیزی رو میگفتم تو میدونستی. من جزی که گفتم که خدا رو بپرستید نگفتم. عیسی محاکمه میشه، بقیه محاکمه نمیشن، بلکه اتمام حجت بشه به پیروانشون، بر تقریعشون، بر تأدیب کردنشون. الله الذي رفع السماوات، خدایست که آسمان ها رو برافراشته. این کهکشان ها نزدیکترین ستاره به ما قطبه، 4,000 سال نوری فاصله شه. 4,000 سال نوری. اگه بخوایم مثلا با ماشین اونجا بریم سفر کنیم، میدونید چقدر وقت نیاز داریم؟ مثال ماشین، مثال در مسار که مناقشه نیست، 27,000 میلیون سال نوری احتیاج داریم که ما ماشین به این مسافت رو طی کنیم. الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها، خداوند اون ذاتی است که، الله اون ذاتی است که آسمان ها رو برافراشته بدون ستونی که شما ببینید. این آیه دو تا معنی داره. روی این آیه توقف بیشتر خواهیم کرد. البته یه معنی که شما ستونی نیست، خداوند با قدرتش اینا رو نگه داشته. شما وقتی در یک مثلا دکان میبینید که یه پارچه ای آویزونه بدون هیچ چیزی، تعجب میکنید، نه نخی نه چیزی، چطوری این آویزونه؟ فوری سوال میکنید تا اینکه نگاه میکنید که نه، یه نخهایی هست که دیده نمیشه، مثلا عرض میکنم از بس که شفافه. وقتی شما چیزی رو ببینید که بدون نخ یا بدون پایه معلقه، تعجب میکنید. این آسمان ها رو کی برافراشته؟ خداوند میگه من برافراشتم. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، خداوند آسمان ها و زمین رو از این که زائل بشه نگه داشته.
از یک آسمان بر زمین بیفته، مثال عرض میکنم. و السماوات مطویات بیمینه، آسمان ها همه در دست قدرتش قرار داره. این آسمان ها رو که برافراشته؟ خداوند. اینجا دو تا معنی داریم. این که با قدرتش اونها رو نگه داشته، با قدرتشون، کسی که اینها رو خلق کرده قدرتش بالاتر از اینه. بدون ستون که شما ببینید. خب تمام شد. این یک معنای. ترونها یعنی در میدان رؤیتتون شما این آسمان و زمین رو هر روز میبینید، در میدان دیدتونه. معنی دوم، الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها، یعنی که ستونهایی هست لیکن شما نمیبینید. ستونها نیروی جاذبه. شما اگر دو قطعه مغناطیسی رو که یک حجم دارن بر یک سطح میز، سطح مسطح بگذارید، اگه بخوایم یک کره آهنی مثلا بین هر دوتاشون قرار بدید که مستقر باشه، نه اون اینو جذب کنه، نه مغناطیس اول نه مغناطیس دوم، یه مقدار سخته، بلکه دقت میخواد. چیکار میکنید؟ شما نقطه وسط رو پیدا میکنید، اگه 1 میلیمتر اینور اونور باشه جذب میشه. و چیز سختیه ولی ممکنه. اما اگه دو قطعی که دارید در حجم متفاوت باشن، حجم دوتا مغناطیس، این دیگه اینجا نیاز به حسابهای پیچیده ای دارید، بلکه قوه جاذبهشون هم به حجم مرتبط میشه هم به مسافت. این یکی بزرگتره اون یکی کوچکتره، حساب دقیق میخواد. یه موقع میبینیم جا مناسب نیست، هر کار میکنید داری میبینید جذب میشه، جذب یکیشون میشه. میتونید مثلا این کره آهنی رو جای بذارید که اصلا جذب نشه، خیلی سخته. امام زمان هپرودی لازم داره. اما اگه تو رو مکلف کنن مثلا در دانشگاه یا در هنرستان صنعتی یک کره آهنی رو بین 3 آهنربای متفاوت با حجم‌های متفاوت بگذاری که مستقر باشه، تکون نخوره، این محاله. و اگر مکلفت کنن که این کره آهنی رو در فضا بین 2 تا ستون بگذارن، این شبه مستحیله. اگه اینها حرکت بدیم، اگه اینها حرکت بکنند خودشون، این مثال هدفی دارم ازش، این خیلی مشکل تره. خب چطور نسبت به این کائنات که درش در هر کهکشانی 1 میلیون سیاره وجود داره که هر کدومشون حجم خاصی دارن، نیروی جاذبه خاصی دارن، مسیر خاصی دارن، طبیعت خاصی دارن. یکی طبیعتش غازیه، یکی طبیعتش سفت و سخته، یکی طبیعتش ملتهب آتشینه، یکی طبیعتش خاموشه مثل آتشفشان خاموش. و چطور در نهایت همه این کواکب و سیاره ها هم مستقرن و هم در حال حرکتن. و این از بزرگترین نوع استقراری که من شما در ذهنمون میتونید تصور کنیم. هم مستقره هم حرکت میکنه. استقرار ساکن خیلی آسونه، اما هم حرکت میکنه هم مستقره. شاید چیزی رو در میز میذاره مستقره، این آسونه. لیکن این سیارها، این کهکشانها همشون با حجمهای متفاوت در مسیرشون میچرخند، با مسیرهای متفاوت، با طبیعت متفاوت، با قوه جاذبه متفاوت.
ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. ولایت تکوینی مال چنین خدایی است یا مال هپروتایی که خاخام و آخوند و کشیش و بقیه تراشیدن؟ فقط اسمها متفاوته. خداوند در آیه سوره فاطر میفرماید که جزئی از آیه ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. ممکن در ذهن این معنا پیش بیاد که تزولا یا متلاشی بشن. نه، اینطوری نیست. اینجا مقصود این نیست، بلکه زوال خورشید از وسط آسمان معنیش زائل شدن نیست، معنیش منحرف شدنه. وقتی بالا سرت منحرف میشه راست یا چپ. یعنی چی؟ یعنی هر سیاره ای در این کائنات یک مسیر مشخصی داره، مسار مشخصی داره، بر اون مسیر میچرخه. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. از مسیرش یک درجه هم تغییر نمیکنه. اگر از هر کوکبی میلیون ها میلیون کوکب سیاره اگر یک درجه از مسیر خودش منحرف بشه، مسیر جهان متوقف میشه، اختلال پیش میاد. به دلیلی که شما مثلا ماها قبل میدونید که در ماه جولای در فلان ماه خورشید چه وقتی طلوع میکنه، چه وقتی غروب میکنه. اگر زمین یک مسیر مشخصی نمیداشت، یه ذره تکون میخورد، یه درجه در خلال میلیون ها سال امکان نداشت که بنی آدم پیشگویی کنه که شروق کی میشه، غروب کی میشه. دقیق ترین ساعت ها رو در جهان با مسیر بعضی ستاره ها مشخص میکنن، توقیتشون رو میگن این ساعتی است که مثلا در سال 3 ثانیه فقط اشتباه میکنه. اما این سیاره های عظیم که میلیون ها سال در مسیر خودش حرکت میکنه، 1 درجه تغییر نمیکنه. اینا رو کی خلق کرده؟ ستاره دنباله‌داری به نام حالی هستش که دانشمندان کشفش کردن. اینو 6 قرن قبل از میلاد کشف کردن و از اون موقع مسیرش 1 درجه، نه زیاده نه کم. و هکذا خداوند عزوجل میفرماد که الله منم و این قرآن از جانب منه، از جانب کسی که آسمان ها و زمین رو بدون ستون برافراشته. آیا این کتاب میشناسید از پیشگیه؟ چون این ذات قوی میتونه کتابشو یه هپروتی به نام امام زمان ببره با خودش؟ تا اینجا توقف میکنم، انشاءالله که باقی رو در جلسه دوم ادامه خواهیم داد انشاءالله. ببخشید مطالب علمی یه خورده سنگینه، لیکن آدم گاه گاهی مطالب علمی بکنه. علمی مخصوصا علوم تجربی، علوم فیزیک. کلیپاتون رو بررسی میکنم. از انقلاب ترافیکش مون، از آزادی میدان، از استقلال هتل،
از جمهوری خیابانش سالهای سال همه چیز تغییر کرد به جز ساندیس هایی که رویشان نوشتند از اینجا باز کنید، ولی مردم هنوز از اونجا باز میکنند. حسین پناهی. بله، ملت بزلگو. از خدا نمی ترسم، خدا میفهمد و میبخشد، اما مردم نه. نیکوس کانتازیکیس، نمیدونم کی هست، کازانتزاکیس، اصلا اسمش خوندنش مشکله. و از خدا نمی ترسم، خدا میفهمد و میبخشد. این سخن هم خوب هم بدیه. خوبه که انسانی که امید به بخشش خدا داره، لیکن خداوند با کسی رو میبخشه که به خدا اعتقاد داشته باشه و به حرف خدا گوش کرده باشه، نه که خدا را قبول نداشته باشه میگه خدا میبخشه. ببینید بازی تشیع با اسلام را. عزاداری با عکس آنتونی کوین، حمزه سید الشهدا با عکس آنتونی کوین، گرفتار چه آدم های بیعقلی هستیم. اینا براشون نه حمزه مهمه نه حسین مهمه، براشون خر کردن مقلدان خود مهمه و بس. دوست عزیز تاجیک، شما نوشتید که کسی که در کفر آخوندا شک کند مسلمان نیست. بله، کسی که در کفر آخوندایی که عقایدشون میشناسند، چون آخوندا معمولا جاهلند، اکثر آخوندا جاهلند، ولی مراجعشون و عقیدهشون، با این حال من عوامشون رو تکفیر نمی کنم. با این حال عوامشون نه که عقیدهشون خوبه، نه، به خاطر که حجت برشون تمام نشده. اگه حجت تمام شد، شنیدند و گوش نکردن، حکمشون حکم آخوندهاشونه، مثل هر فرد دیگری. استاندار یزد، بفرمایید. قول دادم سلام رئیس جمهور را به جان باختگان، مرده ها یعنی، برسونن. بفرمایید. کشور گل و بلبل. زنده باشید آقا. من سلام شما رو به همه مسئولین و جان باختگان و خانواده هاشون انشاءالله میرسونم. چشم. بله. این استانداره که سلامو به جان باختگان مرده میرسونه. وقتی رئیس جمهور 6 کلاسه باشه، استاندارش هم بهتر از این نمیشه. فرمایشات آقای مولازاده رو باید با آبطلا نوشته به همه جا منتشر کرد. آنجا که میفرماند همین شرکیات بود که اسلام موسوی را به یهودیت و اسلام عیسوی را به مسیحیت مبدل کرد. بله، خیلی متشکرم از شما. خدا به خاطر حسن ظنتون بهتون خیر بده. مولانا فضلالرحمن کوهی به مرخصی 1 هفته اعزام شد و لحظات پیش از فرودگاه بین المللی کنارک وارد بلوچستان شد. بله، خداوند حفظش کند و همه حقگویان را که در راه دین و برای خدمت به مردم حق رو میگن و ساکت نمیشن حفظشون کنه و به کارشون برکت بده.
آقای سلطان سلیم مسموم ترین آخوند تاریخ بشریت مگه آخوند غیر مسموم هم داشتیم؟ مگه رافضی غیر مسموم هم داشتیم؟ ولی بعضیشون سماشون رو میریزن، بعضیشون میترسن. تفاوت در اینجاست. شرک از سم بدتره. سم جسم آدم میکشه، شرک برای ابدالآباد انسان رو به جهنم میفرسته. تنها گناهی که خداوند فرموده که من نمیبخشم شرکه، در قیامت البته. ببینیم این آقا چی میگه. نمیاد چرا؟ تعارف نداریم اگر قرار خب این بله، ولی میخواستم از اونجا بیاد که صفحه رو پر کنه. تعارف نداریم اگر قرار باشد زن و بچه های ما در عزای اهل بیت عرض ادب نکنن، شیون نکنن، گریه نکنن، میخوایم چه کنیم اینا را؟ بله. هدف از دین پیش این بدبخت ها شیون و زاریه، دین زاری و گریه. اینا آرند بر اسلام، روحانیت تشیع آریست بر اسلام و هیچ ربطی به اهل بیت نداره. اینا تاجران به اهل بیتن. خب بریم پرده آخر. موسی جعفر در زندان با اون وصف فجیع و اسفبار شهید شد. امام رضا در فشار سنگین طاغوت بود. عیالواری هم ذهن اینها همش بشر سنگین بود. نامه نوشت به علی بن ابی حمزه بطانی که وکیل امام موسی جعفر بود در بصره عراق کنونی. نامه نوشت بهش که آقا این پولایی که از دست مردم شیعیان گرفته خمس از مال من امام رضاست به نص قرآن کریم، پولا رو بده بیاره. اینم یه دروغ دیگه. امام رضا هرگز خمس نگرفته، تا حدی که آقای منتظری حیرانه که چرا خمس بعد از ائمه جعل شده. این در جواب حضرت نامه نوشت که بابای شما در زندان شهید شد و شما مدینه بودی، من میترسم پولا بدم به شما، بعد برادرت بیاد بگید امام منم به من بده، من چی جواب بدم؟ آقا در جوابش نامه نوشت ما نکنی حرفا را، پولا را بده بیاره. باطن قصه بود که بهانه را جنگ پول است آقا، نه این است و نه آن است. حیله نان است، حیله خمس است. و رضا محمد حسین فضل الله لبنانی گفتم که در تلویزیون جزیره اگر متعه و خمس از شیعه بردارید اختلاف مذهبی باقی نخواهند موند. می آورد که این پولا نده. طلا مثال چنده؟ 25 میلیون مثال طلا خمس از امام رضا پروین جونور بود. دید اگر بخواد امامت امام را قبول کنه پولا رو باید بده. گفت واسه تو امام نیستی، امامت رو انکار کرد. بیا ببین از غضب در میداره که آقای طلعاتی شب و روزگار خوش. امان از دست این مترسکایی که آخونده درست کردن. خود امام ها هرگز چنین نبودن. ظهور امام زمان و دستگیری اون، این دیگه چیه؟ اینی که قبلا که داشته شیطان رو که با مردم چطوری بازی میکنه و روحانیت نماینده ابلیس است.
امام زمان اگه پدر امام زمان هم بیاد اینو میکنه. آخونده یه دکانی باز کردن که برای امام زمان بدن. خود حضرت علی علیه السلام بیاد اینو میکشنش. آخونده اینجوری مردم مشغول کردن. آخه تا کی؟ خیلی هم مسک طولانیه. بله آخرش آخرش دست پای امام زمان رو بستن. یک نمایشنامه مسخره از ابتدا تا انتها. توصیه صدام قبل از اینکه حکم اعدام از طرف قاضی صادر شود. چرا عجله دارید آقای قاضی؟ من به عنوان یک عراقی به شما توصیه می کنم اگر در شرایطی هستید که باید حتما حکم اعدام برایم صادر کنید، به خاطر داشته باشید که صدام یک نظامی است و حکمتان باید اعدام با تیرباران باشد، نه اینکه او را مانند یک مجرم معمولی حلق‌آویز کنید. من این را فقط از شما به عنوان یک عراقی می خواهم. شما آزادید هر کاری که دوست دارید انجام دهید. بله. این چقدر محترمانه حرف میزنه و حرفای اینا رو با فحشای آقای خامنه‌ای مقایسه کنید. فقر عمدی است. آقای هدایت شده هیئتی با احتساب وزن یک گرمی $100 به عنوان بزرگترین دلار 150 میلیارد دلار 1500 تن وزن داره. حالا بدونین که در توافق قبلی اوباما 150 میلیارد دلار به ایران پرداخت کرده. برای انتقال این مبلغ باید از 170 تا هواپیمای ترابری 330 استفاده کرد. اما آیا شما تغییری تو وضعیت معیشت مردم دیدین؟ ما که ندیدیم. پس والا تغییری نداشته. وضعیت معیشت مردم بدتر شد که بهترم نشد. با 150 میلیارد دلار اوباما میشد 100 تا برج خلیفه ساخت یا 350 بار بین ایران و چین راه آهن ساخت. با 80 میلیارد دلارش میشد تمام ناوهای هواپیمابر دنیا با کل تجهیزاتش رو خرید. با 60 میلیارد دلارش میشد فقر و بیکاری رو تو ایران کامل ریشه کن کرد. امروز اما 60% ایرانیان با فقر دست و پنجه نرم میکنن. پس با این حساب تنها یک گزینه میمونه: فقر مردم ایران عمدیه. هیچ تغییری تو وضعیت مردم بر اثر برجام و توافق هسته‌ای ایجاد نمیشه، چرا که حکومت بر مردم فقیر به مراتب راحت‌تر از حکومت بر مردم مرفهه. بله. این البته از ابتدا تز رفسنجانی بود.
وقتی که حضرت مولانا عبدالعزیز به رفسنجانی گفت که به مردم یه خورده آزادی بدید، گفت که جناب مولانا ما اشتباه شاه تکرار نمی کنیم، شاه آزادی داد چی شد؟ بفرمایید. الگوی مایی که میخواییم اسلام در همه جا باشد اسلام در کشور خودت نگه دار، همه جا را پیشکشید. اسلامی که تو عرضه کردید کفر ازش بهتره. اسلام صادر بشد، ما چه نمیگیم که میخوایم با سرنیزه صادر بکنیم. مگه اسلام روغن نباتی یک صادر بشه؟ ما میخوایم با دعوت به همه جا اسلام. اگه با دعوته اول خیش و بعد درویش، ملت خود تو اول نگه دار. کجایی که ببینی میلیون ها میلیون از کل دین گریختن، نه فقط از تشیع. با صادر کنیم. ما میخوایم یک الگوی از اسلام در عالم، ولو یک الگوی آقا در عالم هپروت زندگی میکرد ناقصی باشد. نشان بدیم که همه عقلای عالم غیر از اونهایی که جنایتکاران به ذات هستند. کدوم عاقله که به این مذهب هپروتی که به هیچ عقلی نمیسازه ایمان بیاره؟ اینو یه مشت مزدور، یه مشت مصلحت باز، یه مشتی که از شما خبری ندارن ممکنه فریبتون رو بخورن. همه ملت های مظلوم بفهمند که اسلام چی آورده و میخواد چه بکند در دنیا. آره ملت های مظلوم. کدوم ملت مظلومه که مثل شما یک هفتم کشورش در بیرون باشه؟ من با این محرومین، با این مظلومین، با این گرفتارها میخواد چه کند که اینها را نجات بده؟ بله. حرف درمانی، دروغ درمانی. آقای شریف، شما ننوشتید که کلیپ راجع به چی است؟ خواهش میکنم کلیپ ها را شرح بدید. بعضی کسا هستن که یک تعداد زیاد مسلمان ها را به کفر میکشن. مثلا امروز بعضی کسا در افغانستان به عقیده هستن و این عقیده را برشان انگلیس ها دادن. عقیده چی هست؟ که اگر یک کسی مثلا یک سنت پیغمبر کرد که در مذهب ما نیست. ببینید 4 مذهب حق است. علمای اهل سنت میگن هر 4 مذهب اهل سنت حق است. حنفی میگه حق است، شافعی حق است، مالکی حق است، حنبلی حق است. در زمان میگه، لکن عقیده به دیگه خود نداره. همین علما که میگه با گفته به می عقیده نداره. مثلا حنفی آمین بالجهر نمیگه، شافعی میگه، حنبلی میگه، مالکی میگه. پس تو چطور میگی مذاهب حق است وقتی که در پالوت یک حنبلی ایستاد شد گیریم همین نفر حنبلی و گفت آمین؟ اینه میگه نه، اینه باز نمیگه که حنبلی اهل سنت است، میگه ای وهابی است. خب ای وهابی شد. آن برای تشریح کو خی وهابی کیست؟ میگه وهابی کافر است. این همش از جهله، هم از جهل، هم از تعصب و هم از تصوف. 3 تا مصیبت. و خودشان دعوتگر است. من از بیگانگان هرگز ننالم که بر من هر چی کرد آن آشنا کرد. تو آشنایی که در لباس دعوتگر مسلمان، در لباس جوان مسلمان، موسفید مسلمان در صف مسجد که ما هستی و تو میگی مسلمانی که آمین میگه وهابی است و وهابی چی است؟ کافر است. یعنی با گفتن آمین و اگر در حدیث پیغمبر ثابت شود که پیغمبر هم آمین بالجهر گفته، پس تو با این گفت پیغمبر هم کافر گفتی. اگر در و ثابت است، ثابت است. واسه من بعد یک درس خود گرفتم و یه احادیث شکل شبرتا نشانم. اگر گفت کسی با انگشت خود حرکت میته این کافر است، وهابی هست. پس اگر ثابت شد در صحیح مسلم حدیث برات کشیدم که پیغمبر خدا با این انگشت خود اشاره کرده و شورش هم داده و گفته که این شور دادن انگشت آنقدر سخت است برای شیطان مثل که در قلب شیطان که شمشیر زده باشی. پس معلوم میشه که تو پیغمبر هم وهابی گفتی و پیغمبر هم کافر گفتی. ابوبکر صدیق هم کافر گفتی، حضرت عمر هم کافر گفتی، صحابه کرام کلش کافر شد. اگر بگویی که امی رفع الیدین کار وهابی است و این کفر است و وهابی کافر است،
پس اگر ثابت شد در احادیث صحیحی که پیغمبر خدا رفع الیدین کردن، اگر ثابت شد که چندین هزار تن از صحابه کرام رفع الیدین میکردن، باز چی میگی؟ پس اینال وقتی که تو دعوتگر مسلمان هستی جواب الله را چی میدی؟ آیه اشکنام هدایت شده شما یک کلیپ فرستادید ننوشتید که چه هست، خواهش میکنم توضیح بدهید. سلام فرمانده سلام از این نسل غیور جامونده سلام فرمانده سید علی دهر نبدی عاش فراخنده سلام فرمانده بیا دوی من بیا یار میشه. بله آقای خامنه‌ای خوشش میاد که تعریف تمجیدشو از دیگران میشنوه. سلام استاد، ببخشید من چون آقای هدایت شده هیئتی، من چون همیشه دوست دارم وقتی کتابی را میخوانم که محتوای خوب و پروزن باشد دوست دارم دیگران هم توصیه خواندنش را بکنم. لذا میخواستم کتاب آنگاه حقیقت را یافتم نویسنده محمد سالم خشک 3 روز پیش در چی گرفتم و امروز تمام شده به دوستان به ویژه هدایت جویان و هدایت شدگان پیشنهاد میدم و کلا بدانن صرف هدایت ما بی نیاز از دانستن نیستیم. بله درست و بهترین دریچه برای آگاهی خوندن کتاب ها خوب دینی است. کتاب بسیار خوبیه، خودش من دیدم، 1 سال در حج هم انسان بسیار محترمی بود. آنگاه حقیقت را یافتم. انفجار خطرناک در شهر امرتسر هندوستان به خاطر توهین رسول الله. شانشی القاعده شوهرم به من خرجی کم میدهد، اگر از دیگران درخواست کنم حرام است؟ یعنی طلب صدقه؟ نه، حرام نیست. وقتی شما محتاجید حرام نیست. شوهرم سید است، آیا صدقه برای بچه‌ام مشکل ندارد؟ نه، شما ایشون که صدقه نمیگیره، شما صدقه میگیری. و بعد زمانی که برای سیدها جایز نبود که سیدها از دولت حقوق داشتند، الان که اینچنین نیست. دست شما درد نکنه آقای اشکنام. آقای عبدالواحد در مورد تکبیرة الاحرام دست تا اینجا ببرین، تا منکبین. احناف میگن تا گوشون، به خاطر که
به منکبین برسه. هر دو درسته، ولی لزومی نیست که حتما به گوش اینجوری باشه. حسب المنکبین پیامبر خدا صلی الله علیه و فرموده. بر زن و مرد یکیه. آقای محسن هدایت شده چشم، آدرس این حدیث براتون اشاره پرداز ذکر میکنم. الانم شاید بتونم پیدا کنم. یه لحظه. مفصل براتون لینکشو فرستادم. فقط جمله الا فی اصحابی در گوگل بنویس، همه سندش میاد. من یک لینک رو براتون فرستادم. سلام بر شما. سلام بر شما. بعد از اول میگفتید، من الان دوباره دارم جواب میدم و این برای من در برنامه زنده دردسره. شما از اول باید میگفتید که لطفا من تلویزیون ندارم تا جواب بدم، تا میتونستم به شما بگم. الان یه سوال دوباره جواب بدم برای من سخته. به هر حال خلاصش اینه که شوهرتون وقتی بهتون خرجی نمیده، شما میتونید از دیگران صدقه بگیرید و اگر شوهرتون سیدم باشه و درخواستون حرام نیست. و شرط دادم که اوضاع سید امروزه فرق میکنه تا قدیم. درست سوال کردن نصف جوابه. آقای علی لور، این کلیپ پخش کردم بارها. این کلیپ بارها پخش کردم. ارزش پخشی هم نداره. میگه که غیر شیعه به بهشت نمیره. بهشت مال شیعه، تازه عبادات سنی هم مال اوناست. آقای ابو مهدی، این حجت الله الاکبر، این راجب که الامام الاکبر حجت الله فی الارض، این راجب کی هست آخه؟ این قبر کیه؟ شما نگفتی قبر کیه؟ خب دوستان، همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون خیر هر جا که هستید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دست و گوید من چنین دزدیده‌ام، لب بگوید من چنین بوسیده‌ام، پا بگوید رفته هم راه حرام، گوش گوید چیده‌ام سوء الکلام. مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرام بتخانه شد. تا نداری از محمد رنگ و بو،
با درود خود میالا نام او رفت و سوز سینه تاتار و کرد یا مسلمان مرد یا قرآن بمرد در مسلمان شأن محبوبی نماند خالد و فاروق و ایوبی نماند در گذر مثل کلیم از رود نیل سوی آتشگاه زن مثل